خواجه حافظ شیرازی شاعر، فیلسوف، متفکر برجسته با آثار گرانبهایش زینت‌فزای گنجینه ادبیات جهان میباشد. بخشیده بر روز جهانی حافظ شیرازی که همساله 12 اکتبر تجلیل می‌گردد، در آثارخانه ملی تاجیکستان نمایش نسخه‌های دست‌نویسی آثار خواجه حافظ شیرازی تحت عنوان گنج سعادت برگزار گردید. در نمایش عالمان، دانشمندان، دانشجویان و نمایندگان 26 کشور دنیا شرکت ورزیده دایر به حیات و فعالیت خواجه حافظ اندیشه‌رانی نمودند. ابراز شد که حافظ بزرگترین شاعر غزلسرای تاجیک بوده، در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک مقامی بلند دارد و در دل هزارها پیروان و مشتاقانش جای گرفته است. امروز در آثارخانه ملی این نمایش که افتتاح شد، پیش از همه برای ارزش‌گذاری نسبت کلام موزون حافظ شیرازی و همچنین معرفی آن به نسل جوان تاجیک یعنی افتتاح شده است و در این نمایش از گنج طلایی آثارخانه ملی بیش از 20 عدد نسخه های دستنویس یعنی به معرض گذاشته شدند که ویژگی های نسخه های نمایش آثارخانه ملی از آن عبارت است که اکثریت این نسخه ها از جانب کاتبان محلی کتابت شدند، مانند کاتبان از ناحیه درواز و همچنین کاتبان از حصار و همچنین کاتبان از شهر بخارای شریف که میرزا شریف کاتب بخارایی در خوشنویسی خود پس از کتابت اشعار حافظ شیرازی با یک افتخار خود را قید میکند که میرزا شریف بخارایی تاجیک، که این هم یک افتخاری هست برای ما جوانان، برای ما یعنی برای ما جوانان و نسل جوان تاجیک که برای امیدوار هستیم که برای بلند برداشتن هویت ملی و افتخارات زیبا نسبت پیشینیانمان باعث میگردد. اهمیت کلام شورانگیز حافظ و سیر شهرت شاعر بزرگ در این است که معنی و مضمون‌های بلند نظری، پند و حکمت را با سخن‌های شیرین بیان کرده و به هر موضوع از روزنه عشق می‌نگرد. عموماً حافظ در ایجاد نمودن شعر مانند یک نقاش ماهر هر یک معنی را با رنگ‌های زیبا آرا داده، معنی و مضمون شعرش را دلنشین نموده است. در نمایش از کلکسیون فاند طلایی آثارخانه ملی نمونه‌های گوناگون نسخه‌های دستنویسی دیوان‌ها، کلیات و بایاست‌های خواجه حافظ شیرازی گذاشته شدند. همزمان نمونه‌های خوشنویسی خطاطان چیره‌دست خلق تاجیک که در مرقعات خود ابیات حافظ را انعکاس نمودند پیشنهاد تماشابینان گردیدند.